سلام خدمت دوستان عزیز. در مورد استراتژی تولید محتوا و اهمیتش با هم صحبت کردیم. در پست‌های قبلی اولین مرحله از روش آیدا که یک روش بسیار مناسب برای تولید استراتژی محتوا هست رو هم با هم بحث کردیم در موردش. امروز قراره در مورد دومین مرحله از روش آیدا صحبت کنیم. مرحله دوم مرحله اینترست یا علاقه است. تو این مرحله ما مخاطبانی که جذب پیجمون شدن رو علاقه‌مند میکنیم که محصولات ما رو ببینن و اونها رو ترغیب میکنیم که محصول ما رو خرید کنن. در واقع تو این مرحله باید نشون بدیم که ارزش افزوده و مزیت محصول ما نسبت به محصولات مشابه چیه؟ در واقع مزیت ما نسبت به رقبا چی هستش؟ و چرا باید مشتری محصول ما را به جای محصول رقیب خریداری کنه؟ پس میبینید که این مرحله جزو مراحل مهم هست، چون وقتی که مخاطب وارد پیج ما میشه از طریق این نوع محتواها ترغیب میشه که محصول ما رو بخره. چه روش هایی برای تولید همچین محتواهایی وجود داره؟ یکی از مهمترین مسائل تولید محتوای آموزشیه. این که نشون بدیم روش استفاده از محصول ما چیه و اینکه چجوری میتونه از این محصول استفاده کنه. به عنوان مثال اگر دقت کرده باشید در پیجایی که مثلا دارن شال و روسری میفروشن فیلم هایی رو قرار میدن که شما از طریق اونها یاد میگیرید چجوری روسری رو ببندید یا شال رو ببندید. شاید در تولید فیلم های آموزشی به عنوان مثال ممکن شما دارید بحث بستن شال و یا روسری رو آموزش میدید و در این حین شما هیچ تبلیغی برای محصولتون انجام نمیدید، ولی ممکنه در انتهای فیلم شما محصول خودتون رو تبلیغ کنید و یا لوگوی محصول خودتون رو داخل فیلمتون قرار بدید. مثال های زیادی وجود داره. به عنوان مثال اینجور محتوای آموزشی رو اگر دقت کرده باشید در برنامه‌های تلویزیونی هم می‌بینید. به عنوان مثال برنامه آشپزی رو اگر دقت کرده باشید، آشپز میاد ابتدا از محصولات مختلف استفاده میکنه برای تولید غذا و پختن غذا، اما در انتهای کار شروع میکنه به تبلیغ محصولی که ازش استفاده کرده، به عنوان مثال ظروف آشپزخانه و یا حتی به عنوان مثال رب و یا حتی حبوبات. این یکی از روش‌های بسیار خوب برای علاقه‌مند کردن مخاطب به استفاده از محصول شماست. روش دومی که وجود داره اینه که شما از اینفلوئنسرها دوباره استفاده کنید. اگه یادتون باشه تو مرحله اول یا مرحله جذب هم ما پیشنهاد دادیم که از اینفلوئنسر استفاده بشه. در این مرحله هم شما میتونید از اینفلوئنسرها استفاده کنید و از اینفلوئنسرها درخواست کنید که استفاده از محصول شما رو در تبلیغات خودشون پیشنهاد بدن. روش سوم اینه که در محتوایی که دارید آماده میکنید نشون بدید که ویژگی های محصول شما چیه، در واقع مزیت رقابتی محصول به شما چیه و بر مبنای چه مزیت رقابتی این محصول ساخته شده. به عنوان مثال برای شرکت ولوو باید در محتوایی که توی این مرحله قرار میده نشون بده که مزیت رقابتیش امنیته، یا برای محصولی به عنوان مثال مثل پورش نشون بده که مزیت رقابتیش لوکس بودن و خاص بودنشه. و آخرین روشی که وجود داره و میشه در این مرحله ازش استفاده کرد اینه که با محتواتون به مشتری نشون بدید که اگر محصول شما رو نخره قراره چه اشتباهی رو انجام بده و چه خرید نادرستی رو انجام بده. شاید بهترین حالت اینه که محصول خودتون رو با محصول رقبا مقایسه کنید تو این محتواها و به مشتری ثابت کنید که با نخریدن محصول شما دچار اشتباه شده. ممنونم که به این پست هم دقت کردید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و اگر دوست داشتید برای دوستان خودتون هم ارسال کنید.